روند روزگارداری بی‌سابقه آدمان روی عالم اثبات کرده است که دانش چراغ عقل بوده، این جوهر معانی در نتیجه آموزش پیوسته علم‌های مختلف انکشاف می‌یابد. نخست مؤسسه‌های تعلیمی جهت تعلیمی با ثمر خوانندگان در این زمینه نقش کلیدی دارند. در طول 3 سال صاحب استقلالی، راهبریت حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت تعلیم با ثمر خوانندگان توجه خاصه ظاهر نموده، برای بلند برداشتن سویه دانش این قشر جامعه پیوسته تاکید می‌نمایند. یکی از تشبس‌های نجیب سرور دولت محترم امامعلی رحمان برای محصلین مکتب‌های تحصیلات میانه عمومی این همه‌ساله گذرانیدن آزمون گیرندگان استیپندیای پرزیدنتی میباشد. امسال در نتیجه گذرانیدن آزمون مذکور تنها در حدود پایتخت عزیزمان شهر دوشنبه 313 نفر خوانندگان صاحب لیاقت از مؤسسه‌های گوناگون تعلیمی و گرفتن استیپندیای مذکور در سال‌های تحصیل 2021-2022 شرفیاب گردیدند. از مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه رقم 2 برای خوانندگان با لیاقت شهر دوشنبه 35 نفر خواننده شرکت نموده، از این تعداد 13 نفر خوانندگان به گرفتن استیپندیای پرزیدنتی سزاوار دانسته شدند. انیزمان در این مؤسسه تعلیمی که از روی رویه طبیعی ریاضی فعالیتش را به راه مانده است، 985 خواننده تحصیل می نماید. امروزها در لیسه مذکور 55 نفر آموزگاران صاحب تخصص و خوانندگان درس می گویند. امروزها در تمام کشور مخصوصا پایتخت عزیزمان آزمون و مسابقه ها، یعنی که آزمون مسابقه های ذهنی برپا گردیده شده است از جهت فن های گوناگون. البته ما در مؤسسه تعلیمی برای اشتراک نمودن خوانندگان پیش از اونی که اشتراک نمایند خواننده باید آماده باشد و در مؤسسه تعلیمی از فن‌های دقیق بیولوژی، شیمی، فیزیک، تکنولوژی، گئوگرافیا و دیگرها در قطار اینها یعنی که محفل‌های علم، فروغ معرفت، فروغ سوبیدانوی کتاب است و محفل خود گیرندگان استیپندیای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و گیرندگان استیپندیای رئیس شهر دوشنبه و رئیس ناحیه سینای شهر دوشنبه عمل می‌نماید و با این محفل‌ها البته آموزگاران جلب کرده می‌شوند که نوآور، ایجادکار و با همون خوانندگان وقتی قیمت خود را در اینجا البته دریغ نمی‌دارند، چون که به زحمت دستاورد این به دست نمی‌آید و پیشرفت خوانندگان آبروی هم مؤسسه هم آموزگارانی، یعنی که آنها را به تدریس جلب می‌نمایند و هم می‌شود که نام دولت و ملت را در عرصه بین‌المللی که امسال در جمهوری ترکیه در شهر انتالیا یک المپیاد بین‌المللی برگزار گردید. در اونجا از مؤسسه‌های یعنی که تیپی نو اکثریت خوانندگان اشتراک نمودند و از مؤسسه‌مون 3 نفر در اونجا سفربر گردیدند که 2 نفرشون با مدال طلا و 1 نفرشون با مدال نقره با دستاویز به وطن برگشتند. این هم باشه با ذخیره‌های المپیک کشورمون باز یک دستاورد دیگر ضمن نمودند. ببینید که خواننده وقتی که با یگم دستاورد سرفراز میگردد یا که صاحب میگردد، در برابر خواننده با آموزگار تعلیم دهنده اون نیز یک هوسمندگردانی مخصوص جدا می شود. این ما آموزگاران را البته روح بلند میکند. در شرایط کنونی بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم در تمام زینه‌های تحصیلات این وظیفه اولین درجه آموزگاران میباشد. از این لحاظ دانستن اصولهای تعلیمی معاصر، رعایت قطعی معیارهای بهاگذاری در درس، دریافت خوانندگان لیاقتناک و در این اساس تشکیل نمودن درس‌های علاوگی به منفعت کار است. اثنای ثبت برنامه ما در لیسه هفته فنی زبان روسی اعلان گردیده بود و در دهلیز عیانیت‌های تشکیل نموده خوانندگان آن را بازگویی می‌کرد. باعث سرفرازی است که خوانندگان لیسه ما در همه نماد المپیاد و آزمون‌ها فعالانه اشتراک نموده سزاوار جایهای نمایان می‌شوند. طبق نقشه سالانه لیسه هفته‌های فنی گذرانیده می‌شود و هفته جاری هفته فنی زبان و ادبیات روس میباشد که به حیات و فعالیت شاعر مشهور روس میخائیل یوریویچ لرمونتوف بخشیده شده است. در طول این هفته خوانندگان ما بسیار کنفرانس‌ها و آزمون‌های خیلی خوب گذراندند که این باعث می‌شود برای تطبیق برنامه آموزش فن‌های زبان روسی و انگلیسی برای سال‌های 2030. وقتی که خوانندگان به آموزش زبان‌های روسی و انگلیسی توجه زیاد می‌کنند، با این وسیله آنها دانش خود را صیقل می‌دهند.
در لیسه رقم 2 برای خوانندگان بالایقت شهر دوشنبه میان گیرندگان استیپندیای پرزیدنتی محفل‌های علمی عملی دائما صورت می‌گیرد و هر یکی آنها در جاده علم آموزی نقشه‌های خویش را با همدیگر مبادله افکار نموده نقشه‌های نوین را با هم مطرح می‌سازند. چند خوانندگان لیسه مذکور 2 سال این جانب این استیپندیای بانفوذ را صاحب گردیدند و الکی برای آینده نکوی خویش کسبی را انتخاب نمودند. من بارزاده ربانی خواننده صنف دهمی مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه رقم 2 برای خوانندگان بالایقت شهر دوشنبه میباشم. گیرنده استیپندیای پرزیدنتی در سال تحصیل 2021-2022 میباشم. نگفته نماند که این با تشبث پیشوای معظم ملت برای ما نسل نورس و جوانان میباشد و ما نیز باید برای دریافت همین استیپندیای پرزیدنتی کوشش کنیم و ارزنده باشیم. وقتی سرور دولت برای ما نسل نورس چنین غمخواری ها میکند، ما نیز باید به این غمخواری های پیشوای معظم ملت جوابگو باشیم و ارزنده شویم. پرزیدنت کشور در همه سخنرانی های خود پیوسته جوانان را ترغیب و تشویق مینماید و میگویند که ما با جوانان سازنده خود افتخار میکنیم، چون که جوانان دوران صاحب استقلالی وطنمان امروز با ننگ و ناموس ملی، تشبث‌های شایسته و احساس بلند وطنداری در رشد تاجیکستان عزیز حصه ارزشمند میگذارند و با مادر وطن خود صادقانه خدمت میکنند. ما نسل نورس و جوانان سربلند و خوشبخت از آنیم که سزاوار باوری با اعتماد پیشوای معظم ملت گردیده‌ایم. تعلیم در لیسه رقم 2 برای خوانندگان بالایقت شهر دوشنبه با زبانهای روسی و تاجیکی به راه مانده شده است. جهت آشنایی با روند تعلیم خوانندگان در این لیسه در درس‌های مختلف شرکت نمودیم تا از فعالیت یک روزه این خوانندگان باخبر گردیم. من سعید و شکرانه خواننده صنف 11 مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه رقم 2 برای خوانندگان بالایقت شهر دوشنبه میباشم. در سالهای خوانشی 2019-2020 و 2020-2021 من گیرنده استیپندیای رئیس شهر دوشنبه و در سال خوانشی 2021-2022 گیرنده استیپندیای پرزیدنتی جمهوری تاجیکستان گشتم. چنین شرایط‌ها ما خوانندگان را باز هم روح بلند می‌نمایند و ما باز هم سعی و کوشش زیادتر می‌نماییم که سزاوار چنین نام‌های فخری گردیم. چنین آزمون‌ها ما خوانندگان را برای اشتراک کردن در آنها باز هم روح بلند می‌نماید و ما سعی زیادتر می‌کنیم که در آنها اشتراک ورزیده سزاوار جای‌های افتخاری گردیم. گیرندگان استیپندیای پرزیدنتی جواباً به غمخواری‌های سرور دولت محترم امامعلی رحمان تلاش می‌نمایند در راه دانش آموزی باز هم جهانبینی خویش را وسیع گردانند و یک شخص صاحب احترام در جامعه به وای رسند. من میرزازاده ملیکه بانو خواننده صنف 11 مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه رقم 2 برای خوانندگان بالایقت میباشم. برای من باعث افتخار و سرفرازی است که سال دوم است سزاوار نام پرشرف گیرنده استیپندیای پرزیدنتی جمهوری تاجیکستان میگردم. چطوری که علاقه قید کردم، دانش کلید علم است، کلید همه درها، ثروت بی‌بهاست و همیشه یاری انسان است. ما در پیروی سیاست خیرتمندانه پیشوای ملت و در جواب به غمخوری‌های بی‌نظیر آن کس همیشه سعی و تلاش میکنیم که دانش و علم را از بر نماییم و نسل ارزنده دوران خویش و آینده ساز این ملت باشیم. در آینده نقشه دارم در اکادمی اداره کنی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در فاکولته معاشرت بین‌المللی تحصیل کنم و تاجیکستان وطن عزیز خود را در عرصه بین‌المللی معرفی نمایم. سال سپری گردیده گیرندگان استیپندیای در این مؤسسه تعلیمی 16 نفر بودند و امسال تلاش دارند این شماره را بیشتر گردانند. من همراه با سمیره خواننده صنف 9 لیسه 2 برای خوانندگان بالایقت شهر دوشنبه تحصیل میکنم. من گیرنده استیپندیای رئیس شهر میباشم. این هفته جاری در لیسه ما هفته زبان روسی می باشد و در این هفته قانون است که ما باید به زبان روسی گپ زنیم، سخن رانیم و زبانداری خود را تکمیل دهیم. من تلاش میکنم که در قطار گیرندگان استیپندیای پرزیدنتی اشتراک نموده سزاوار جای گردم. آموزگاران جوان و صاحب ملکه در این مؤسسه تعلیمی با محبت بی‌اندازه درس میگویند، زیرا نتیجه تعلیمی با ثمر هر یک آموزگار را خوشنود میسازد. امروز ما از آن سرفراز میکنیم که خوانندگان لیسه ما نیز با قطار خوانندگان دیگر مؤسسه‌های گیمنازیوم لیسه شهر دوشنبه با همه گونه آزمون چارابینی ها با سری بلند و با یک دانش خوب اشتراک کرده ایستادند. از آن جمله آزمون گیرندگان استیپندیای پرزیدنتی جمهوری تاجیکستان شده گذشته بود. 13 نفر خوانندگان ما نیز
ба гирифтани стипендияи президентӣ мушарраф гардиданд. албатта ин гуна хонандагонро дигар хонандагони муассиса низ дида кӯшиш мекунанд ки бобоҳои хуб баъло хонда ва бо ҳамин гуна озмунҳо иштирок варзанд. вазифаи мо омӯзгорон дар он аст ки хонандагонро таълими тарбияи шоиста намоем ки дар оянда муаррифгари халқи миллати хеш бошанд. мусаллам аст ки хонандагони болаёқат бо дастовардҳои илмию амалии хеш байни ҳамсабақон соҳиб эҳтироманд ва дар ҳама корҳои ҷамъиятӣ низ фаъолона ширкат менамоянд. натиҷаи хуби ин қабил озмунҳо ва муваффақияти ин гуна хонандагон барои як зумра толибилмон дарси ибрат буда шояд онҳоро ба роҳи тарбияи накӯ ва донишандозӣ ҷалб намояд.